من دست از سر این اضافه پارچه ها بر نداشتم هنوز. یه چی دارم درست میکنم، نمیدونم خوب بشه یا نه. اضافه این پارچه ها بود، این کلاه و اون لباسه. بعد از این برگای این نقاشی الف رومی و این برگو کشیدم. به خصوص اگر دنبال با یک زیبایی شناسی خاصی بری که دنبال چیز پرفکت نگردی، اتفاقا دنبال یه چیزی بگردی که در ناقص بودنش، در پرفکت نبودنش پرفکته، زیباست و خواستنیه. این شد. به نظرتون چی میشه؟ تبدیل شد به گوشواره. من عاشق گوشواره هایی هم که اینجوری آویزونن. یه دونه ای هم هست از گوش، خیلی سبک و خوبن. طوری از شونه و گردن بلندتر و آویزون باشن. باحال نه؟ نظرتون چیه؟ بهم میاد. پاییزیه دیگه. که من خودمو برقی کردم.